این ویدیو خیلی خیلی مهمیه. چرا؟ چون میخوام چند تا نکته بهتون بگم. اول اینکه چجوری بدونین که حتی 1 یورو پول بدین از ایران، که میدونم خیلیاتون مشکل انتقال پول رو دارید، میتونید توی آلمان برای اون اوایل که میخوایم بیاین خونه پیدا کنین که بهتون یاد میدم. دوم، سایتی که خودم ازش خونه گرفتم، شرکتی که خودم ازش خونه گرفتم که ویدیوشو اینجا دیدین، خونه استادیویی موبله، بهتون معرفی میکنم و به غیر از اون چند تا شرکت دیگر هم میخوام بهتون معرفی بکنم. پس ویدیو رو حتما تا آخر ببینید. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال بابک اسکریپت. اینجا دیکشنری پسا مهاجرت، یه پلیلیست مخصوص کارهایی که باید مخصوصه، مثل اون همش گوشته و سوسیس و اینا شد. خلاصه اینجا یه پلیلیسته که من در مورد کارهایی که باید بعد از رسیدن به آلمان انجام بدین باهاتون گپ میزنم و صحبت میکنم به درخواست خودتون، تاپیکایی که خودتون توی کامنت ها میگید. امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که آقا وقتی ویزاتو گرفتی میخوای بیای آلمان، چطوری یه جای موقت، هتل، ایر بی ام بی، نمیدونم خونه یا هر چیز دیگه ای پیدا بکنی. ویدیو خیلی خیلی مهمیه به خاطر اینکه تو ایران ما این چیزا رو خیلی نداریم. خونه موقت یه کانسپتی نیست که تو ایران باشه، اینجا ولی خیلی زیاد هست. ویدیو رو تا آخر دنبال کن حتما اگه داری میای آلمان یا حتی هر کشور دیگه به درد. آقا صاف بپریم بریم سر اصل مطلب. من میخوام مهاجرت کنم، میخوام برم یه جایی. خب قطعا یه خونه دائم میخوام اونجا دیگه، یه خونه 1 ساله 2 ساله میخوام. من مثلا دارم میرم برلین و میخوام اونجا یه خونه پیدا کنم. از ایران نمیشه یه خونه دائم پیدا کرد. به اینا میگن دائم. اینم بگم وقتی میگیم خونه دائم منظورمون بلند مدت، همین 1 ساله 2 ساله. حالا اینجا قراردادها نامحدوده بچه‌ها. شما اینجا اکثر خونه‌ها نامحدوده، حالا محدودم هست، ولی وقتی شما یه خونه رو میگیرین 1 ساله اتوماتیک، اگه هیچ کاری نکنین، یعنی نه شما لغوش کنین نه صاحبخونه‌تون، سال دوم سوم میتونین بشینین و مشکلی هم نداره. معمولا هم اجارتون یه اضافه نمیشه یا یه مبلغ خیلی کمی اضافه میشه. وقتی از ایران داری میای، پیدا کردن یه همچین چیز اوکازیونی خیلی سخته. خیلی موقعا از تو خود آلمانش هم سخته، یعنی بچه‌ای که اینجا هم هستن خیلی رقابت هست که بخوان خونه دائم خوبی رو که همه چیش اوکیه رو بتونن قراردادشو بگیرن. حالا باید چیکار کنیم؟ ما بالاخره ویزامون اوکی شده، میخوایم بیایم از فرودگاه و یه جا بریم دیگه. نمیشه که تو خیابون بخوایم هوملس شیم مثلا. اول باید چیکار کنیم؟ راه حلش جای موقتیه، یعنی اینکه شما یه جایی رو چه میدونم 2 هفته 3 هفته 1 ماه بگیرین، سر فرصت حالا وقت داشته باشین برین قرارداد دائم بگیرین یا قرارداد بلند مدت. چون من این پنجره رو باز کنم، یه مگس تو خونه گیر افتاده و این داره اینجا راه میره، اعصاب من به هم ریخت. باز کنم بعد وقت فرار کنه بره. برگشتم. حالا این جای موقتی که میخواین بگیرین چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ شما دوست ندارین که اما اوایل وقتی هنوز هیچ جا مکانی ندارین راه بیفتین بریم وسایل خونه مجبور شین بخرین. پس جایی رو بگیرین که مبله باشه و مبله خوبی هم باشه، یعنی همه چی داشته باشه ترجیحاً، چون تو قیمتش خیلی تفاوتی نمیکنه. توصیه من اینه که پس حتما یه جای مبله که اکثر چیزا رو داره، حتی چیزای معمول زندگی مثل ظرف و ظروف و قابلمه و همه چی، یه همچین جایی رو پیدا کنین. حالا کجا باید پیدا کنیم؟ چه جاهایی وجود داره؟ سایت‌های مختلفی هست که خیلی‌هاش از ایران نمیشه گرفت. بوکینگ هست، نمیدونم ایر بی ام بی هست. ایر بی ام بی خیلی متداوله خارج از کشور، بوکینگ خیلی متداوله. بوکینگ توش میتونین هتل و یا خونه‌های افراد رو پیدا بکنین. ایر بی ام بی همینطور، هر فردی میاد کل خونه‌ش یا یه بخشی از خونه‌ش، یه اتاق 2 اتاقشو اونجا اجاره میده. این سایت‌ها خیلی عالی‌ان ولی فقط یه مشکل دارن. اکثر اینا پرداختاشون سرویس‌های مثل کردیت کارت که تو ایران نیست، پیپل که تو ایران نیست، چیزایی که تو ایران مسدوده و انتقال وجه خیلی سخته. راه حل چیه؟ راه حل اینه که باید یه دوستی، آشنایی، فامیلی، کسی رو اونور پیدا بکنید که پول رو تو ایران به اون بدین به صورت ریال و اون اونجا اون پرداخت رو برای شما انجام بده و با اکانت خودش رزرو کنه. اگر این آپشن رو دارید، کسی رو دارید که این کارو براتون بکنه، همینجا تموم. یعنی این دوتا سورس‌های اصلیتونن، همینجا بگردید و قطعا یه جای خوبی رو میتونید پیدا کنید. قیمت‌ها چجوریه؟ قیمت‌ها رو بچه‌ها بخوام بهتون تخمین بزنم. فرض بگیرین یه خونه‌ای 1000 یورو پول اجارشه. اگه همینجوری برین قرارداد دائمش رو بگیرین، 1 سال 2 ساله بخواید قرارداد ببندین، ماهی 1000 یورو باشه. همون خونه مبله بشه بیاد تو ایر بی ام بی تقریبا مثلا میشه 1500 تا. پس یه ذره میره بالاتر، 1400 تا 1500 تا تو این رنج. یه مقداری میذاره طرف روش. چرا؟ چون داره وسایل میذاره توش، دیگه خونه خالی نیست، پول اون وسایلشو میگیره. و نکته دیگه هم این که قرارداد خاصی یعنی شما لنگ اون قرارداد نیستی، گره نخوردی به اون قرارداد، هر موقع بخوای نخوای میتونی بلند شی بری و اون طرف هم ریسک اینو داره که شما یه موقع بذاری بری و خونش خالی بمونه. به خاطر همون ریسکه و به خاطر اینکه وسایل برای شما گذاشته و به خاطر اینکه دیگه شما هیچ
سربار و هزینه دومی نداری. وقتی شما یه خونه موقت میگیرید یه هزینه برق، هزینه اینترنت، هزینه نمیدونم آب، شارژ ساختمون، هیچ کدوم اینا رو نمیدین. به خاطر همین یه مقدار هزینهش بالاتره. تقریبا یه تخمینی هم گفتم، یه رنجی بهتون گفتم که دستتون باشه. خونه‌ای که اگه تو ایر بی ام بی دیدین مثلا 1400 تاست، مطمئن باشین تو همون شکل و شمایل، تو همون محله، همون سبک خونه رو احتمالاً میتونین خودتون بعداً وقت بذارین، قرارداد بلند مدتشو مثلا 1000 تا میتونین ببندید. اگر این آپشن پرداختو دارین بهترین چیزه و دیگه بقیه ویدیو رو نیاز نیست ببینین. اما اگر کسی رو ندارید، چه آپشن‌های دیگه‌ای وجود داره؟ خود من وقتی داشتم می اومدم، خب کرونا بود، خیلی شانس آوردم، یه خونه‌ای بود که یه دانشجویی بود رفته بود هند اگه اشتباه نکنم و به خاطر کرونا نمیخواست برگرده، قراردادش رو منتقل کردش به من و من خونه رو گرفتم. اون خونه رو بچه‌ها اینجا براتون میذارم و لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم و همینجا میتونین ببینین. توصیه میکنم حتما ویدیوشو ببینید. چرا؟ چون اون یه خونه‌ایه که اینجا اصطلاحاً بهش میگن سویت یا استادیو، اینجا بیشتر به اسم استادیو میشناسن، تو ایران ما بهش میگیم سویت. و این خونه‌ایه که خب خیلی اینور متداوله، این سبک خونه‌ها پیدا میشه، زیاده. تو ایران خیلی سویت خیلی زیاد نیست، مثلا خیلی کم میبینین. سویت یعنی واحد بی اتاق که فقط یه حال پذیراییه، تختم همونجاست توی پذیراییه، اتاق کار و همه چی یه اتاقه، کلا یه آشپزخونه، یه اتاق و یه سرویس بهداشتیه. به این میگن استودیو. خونه اول من اون بود، بعد اومدم تو این خونه که حالا دارین میبینین، ویدیوهای جفتش هستش که حالا اگر خواستین در مورد هزینه های اینا، قیمت هاشون که هر کدوم اجارهش چقدر بود و اینا هم، یا شرکت هایی که بود چی بود و اینا صحبت کنیم، حتما تو کامنت ها بهم بگین که لینک های بیشتر براتون بذارم معرفی کنم. من اون خونه رو از ایران بدون اینکه 1 یورو حتی پرداخت پول داشته باشم گرفتم. حالا بهتون بگم چه جوری. نکته مهمی که داره اینه که باید تعامل کنین با مسئول اون ساختمون، باید مکاتبه کنین و کاری که من کردم، ایمیل بزنین بگین آقا شرایطتون رو توضیح بدین. خیلی هاشون شرایط بچه‌ای که از ایران میان رو درک میکنن، چون خیلی بچه‌های دانشجو یا کسای دیگه که از ایران رفتن بودن و براشون توضیح دادن. اکثر ایرانی‌ها هم خدا رو شکر ذهنیت بد درست نکردن بخوان پولشون رو بخورن یا اذیتشون کنن. تا الان شما هم همینجوری باشین اگه اومدین و خیلی هاشون اعتماد میکنن و شما هم اگه اعتماد کردن از اعتمادشون سوء استفاده نکنین. ولی کاری که من کردم این بود که اون شرکتی که خونه رو به من داد هیچ پولی از من نگرفت، قرارداد به من داد، کلیدم حتی به من داد. من اومدم و بعد 3-4 روز من تازه پولو بهشون دادم و من گفتم حساب بانکی هم ندارم و بهشون کش دادم. تمام اینا رو با من راه اومدم، ولی تمام اینا رو شما هم باید باشون تعامل بکنید. توصیه من بچه‌ها اینه شرکت هایی که خونه مبله اجاره میدن رو پیدا بکنین، اشخاص نه. بگردید شرکت هایی رو پیدا کنید که جای مبله اجاره میدن و باهاشون مکاتبه کنید. چه چیزایی رو بگین، شرایط ایران رو بهشون بگین آقا من اینجا نمیتونم پرداخت انجام بدم ولی بیام اونجا بهت این پرداخت انجام بدم. بگین که حساب بانکی ندارین، کسی رو ندارین که اونجا پرداخت انجام بده و بگین که وقتی بیاین اون پرداخت رو به صورت کش بهشون میدید. خیلی هاشون شاید قبول نکنن ولی خب یه تعدادی هم هستن که راه میان با بچهای ایرانی و شرایط رو درک میکنن و قبول میکنن. نمونهش همون شرکتی که من بالاخره تونستم ازش خونه بگیرم، خونه اولم رو. و البته در کنار همه این تلاش‌های شما بستگی به بازار مسکنم واقعا داره، یعنی اینکه چقدر اون موقعی که شما دارین درخواستتون رو میدین بازار کساده یا بازار خیلی خوبه. خیلی موقع شاید شانستون بزنه تایم خوبی باشه، اینجا درستی باشه، یکی قراردادشو لغو کرده رفته و شما همون موقع پیام میدین طرف از خداشه و قرارداد رو بهتون میده و باهاتون راه میره. و حالا بریم پای لپتاپ. یه تعداد از سایت هایی که همین شرکت هایی هستن که خونه های مبله اجاره میدن رو بهتون معرفی بکنم. اون شرکتی که خودم هم ازش خونه داشتم که حالا ویدیوشو میذارم بهتون نشون بدم. ولی نکته که هستش همینجا بگم، من هیچ پورسانتی، هیچ چیزی از هیچ کدوم این شرکت هایی که دارم اینجا تو این ویدیو نشون میدم نمیگیرم. هیچ ربطی به من ندارن، نه هیچ تاییدشون میکنم نه هیچ چیزی و این اصلا تبلیغ نیست. فقط داریم با هم پروسش انجام میدیم که ببینین یه همچین سایت های چجوری ان، دنبال چی باید بگردین، قیمتا تو چه رنجیه و میخوام یه ذره ایده بگیرین، فقط همینو بس. خب تو این تیکه ویدیو میخوام ماهیگیری یادتون بدم. میخوام یادتون بدم از سایت عزیز گوگل مپ، گوگل و حالا سایت های دیگه چجوری استفاده بکنین و شرکت هایی که خونه مبله کوتاه مدت اجاره میدن رو پیدا بکنین. همونطور که جلوتر تو ویدیو گفتم اینا بهترین گزینن برای زمانی که از ایران دارین میاین به آلمان. برای مثلا یه هفته، 2 هفته، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه اولتون حتی دنبال یه جایی میگردین که بیاین یه جای داشته باشین، بعدن سر فرصت دنبال جای بلند مدت و دائم‌تر خودتون بگردین. اینا فرنیشتن، همه چی هم دارن، راحتین. بهتون یاد میدم چجوری اینا رو پیدا بکنین. و خونه اول خودم که ویدیوشو توی این کانالم گذاشتم و پربازی ترین ویدیو این کانالم هست،
توی این لیست هست. من اینجا یه سری تب براتون باز کردم که سمپل نمونه نشونتون بدم و اگه اون ویدیو رو دیدین خوشحال میشم تو کامنت ها بگین خونه منو پیدا کردین کدوم بود یا نه سایت حالا شرکتشو در واقع. خب ببین بچه‌ها، گوگل مپ که باز میکنین میایین اینجا و حالا کیوردی که من به نظرم جواب میده اینه برلین، مثلا اسم شهری که میخواین. من همه رو بر اساس برلین میگم چون برلین زندگی میکنم، ولی حالا برای شما فرق نمیکنه، میتونین هر شهر دیگه بزنین. برلین فرنیشت مثلا رنتال یا همچین چیزی اگه سرچ بکنیم برامون یه سری جاها رو میاره. اولا موقعیت مکانی خاصی اگه تو ذهنتونه، سمت خاصی رو میخواین، اون بخش رو ببینید. من در مورد اینکه کدوم جاهای برلین رو میدونم منطقه های بد شهر هست و اونجا نباید خونه بگیرین، هوملس هست، معتاد هست، اونجا خوب نیست، بعدا یه ویدیو براتون میذارم اگه دوستش دارین زودتر بذارمش تو کامنت هم بهم بگین که بذارمش اول صف. ولی اگه منطقه خاصی رو میدونین میتونین از تو مپ برین. اصولا از ایران که میایین نمیدونین، پس این لیست رو از اینجا میریم نگاه کنین. همین لیست رو که بیایم میبینین یه سری از اینا معلومه که شرکت های اجاره ای هستن. مثلا نگاه کنیم برلین 99، مثلا نگاه کنیم فرنیش آپارتمنتس، ببینید اینا اصلا نوشته آپارتمنت رنتال ایجنسی مشخصن. این مثلا لاکچری آپارتمانه، مثلا شبی 90 تا، اینا قیمت هم حتی بعضیاش زده. و به عنوان مثال میبینید یه چند تا حالا من بریم بهتون نشون میدم. اینجا بیایم تو اینترنت هم اگه خواستین باز همین کیوردیه که جواب میده، فرنیش رنتال برلین یا هامبورگ یا هر شهری که میخواین. میبینی یه سری سایت ها هست اینجا زده اسپانسر، اینا تبلیغن ولی لزوما بدم نیستن، میتونید اینا رو هم ببینین، ولی سایت های اصلی از اینجا شروع میشن. واندرفلت، نمیدونم ایر بی ام بی، اینا هم حتی اینجا هست. چند تا هم حالا من نشونتون میدم، چیزایی که من خودم اون موقع که میومدم سرچ کردم پیدا کردم تو بوکمارکام بود، اونا رو باهاتون شیر میکنم. یکیش اینه به عنوان مثال بریلیانت آپارتمنتس این برلینه که میایم پایین یه ذره قیمتا رو نشونتون بدم. مثلا ببینید این یه خوابه 39 متری برای 2 تا پرسن قیمت هم زده، مثلا 129 یورو شبی. اگر خیلی موقت میخواین میتونین این گزینه‌ها رو ببینین. اگه نه ماهانه میخواین مثلا این یه سایت دیگه است. این سایتاشو همه رو تو دیسکریپشن براتون میذارم. hypermensberlin.de مثلا این مثلا 2 تا آپشن همین الان باز داره که میبینین 87 متر 83 متر بزرگ هم هستن. این 1700 تا اجاره کلش، یعنی بدون یوتیلیتی و گاز و برق و ایناشه، با همه چیش دیگه قیمت تاش میشه 2000 و تقریبا 200 تا 2300 تا اینجور قیمت ها که خب گرونه به خاطر اینکه خب خونه بزرگیه دیگه نسبتا. دیگه بخوام نشونتون بدم این یکی هست اسمارتمنت، این شهرهای مختلفی داره، حتی میبینید فرانکفورت، هامبورگ، مونیخ، منهایم، جای مختلف داره. مثلا برلینش رو اگه انتخاب بکنیم بزنیم میتونیم اینجا بیایم ببینیم دیگه. نگاه کنید استودیو اسمال داره که 13 متریه، استودیو داره از 16 متری تا 21 متری و بله استودیو 13 متری هم وجود داره تو آلمان. برای بچه‌ای که میگفتن نیست همچین چیزایی و اینا، تو اون ویدیویی که من گذاشته بودم خونه خودم گذاشته بودم یه سری گفته بودن اصلا خونه اینقدر کوچیک تو آلمان نیست. این مثالاشو دارین خودتون میبینید. یعنی شبیه 55 تا و حالا عکس و ایناشو میتونین ببینین. امکاناتی هم که داره زده اینترنت و نمیدونم واشینگ ماشین و همه چی داره، پارکینگ دوچرخه و اسنک ماشین و اتو و فلان و اینا. دیگه ارزم به حضورتون قیمتاشو میبینین دیگه 30 متر و دیگه آپارتمان که میشه دیگه از 40 متر شروع میشه که میشه تقریبا یه خوابه احتمال. این یه دونه دیگه است باز با هم میبینیم قیمت همه مدل داره 1700 تا 2000 تا. میبینین همه هم وسایل همه چی داره. الان شما همینم اگه نگاه بکنین عکساش اینا رو جلوتر باز بهتون خونه دیگه نشون میده، همه چی داره. میبینین آشپزخونه، میز، مبل، همه چی. اینا هم همینطور. اینا برای شروع برای شما دنبال این گزینه ها هستین، اینا رو میخوان. این یکی دیگه است اشباق پلیس، باز اینم میایم پایین قیمتاشو میبینین 500 تا 100 خورده ای هم باز چیزاش تقریبا 700 تا اینطورا میشه. باز عکساش و همه چی نقشه هاش و اینا رو همه رو زده. اینم یکی دیگه است دوباره که باز اینجا فکر کنم باید اول انتخاب کنیم. انتخاب که کنیم آره مثلا بر اون میاره که این هم 177 تا شبیه. بعضی از اینا رو دیدیم ماهانه بود، بعضی ها شبی بود. مثلا این ماهانه بود، این ماهانه بود، این یکی قیمت شبی بود. یعنی میتونین سر ماه هم لغوش کنین یا آخر فردا شبش میتونین بگین دیگه من نمیخوام بیام. این هم پس با هم دیدیم.
این هم یکی دیگه است، مثلا باز شهرهای مختلف، یا حالا برلین همش، ولی مثلا منطقه مختلف. می‌بینید برلینه، بخش‌های مختلف داره، میتونید سرچ بکنین. این نگاه نوشته شورت ترم داره، لانگ ترم هم داره و گزینه‌های مختلفی هست. می‌بینین قیمتاشو می‌بینین، همه هم مبلن. اینا چیزاییه که به دردتون می‌خوره برای شروع و شرکتن. ریسک این که بخواد کسی پولتون رو بخوره باز کمتره. با اینا هم باز باید حواستون باشه، ولی خب با شخص وقتی بخواین اجاره بکنین، اما اول که اومدین برلین یه ذره سخت‌تره. این هم باز یکی دیگه است، یه سری گزینه‌ها داره. چه سایت فشلی داره فقط واقعا. اینو نریم دارش. این یکی هم مثلا یکی دیگه است و خیلی هاشون رو میبینین باید تماس بگیریم بچه. یعنی مثلا من سایت حالا خونه که خودم هم بودم، توی سایتش هیچی نزده بود. خونه اولی که حالا ویدیوش هم براتون گذاشتم اصلا نزده بود فری داره. یعنی این نکته هم حواستون باشه. حتی اگه مثلا چه می‌دونم الان از این اگه خوشتون اومد به عنوان مثال، برین تو بخش کانتکتش و باشون مکاتبه کنین. حتی اگه اینجا زده که من الان خونه خالی ندارم، چون احتمالاً دارن. اینا می‌بینید سایتاشون چقدر بعضا فشل و داغونه. حوصله نمیکنن تا خونه خالی میشه بپرن برن تو سایت ثبت کنن، چون سر یه هفته دو هفته همینجوری میره. برای همین سایتاشون معمولاً آپدیت نیست، نه قیمتاش نه گزینه‌های خالیشون. و یه سری گزینه لاکچری هم حتی ممکنه ببینین. اینا رو هم حواستون باشه. بعضی خونه ها ممکنه خیلی لاکچری باشن. الان ناکن 7 خوابه مثلا 8000 یورو، نمیدونم 6000 یورو. اینا رو برای چی گذاشتم؟ اینو برای چی گذاشتم این سایت رو نشونتون بدم؟ برای اینکه ما اوایل که از ایران میایم شاید ذره قیمت ها رو سنس نداریم، نمیدونیم الان مثلا 3900 تا خوبه یا نه. یه ذره تو این سایت ها بچرخین دستتون میاد که آقا مثلا این قیمت ها الان چی جوریه، خوبه یا نه. این گزینه ها اگه مثلا چند نفر هستیم با هم داریم میان، شاید گزینه های خوبی باشه. یعنی مثلا یه خونه 4 خوابه رو بگیرین، مثلا 5 نفر 6 نفر با هم استفاده کنین اگه حساب خونه بذاره. اینا رو باید مکاتبه کنین، سرچ کنین و قیمت ها رو هم چک کنین، چون ما از ایران که داریم میایم خیلی سنس نداریم به یورو چقدر میشه. شاید این به نظرتون خوب بیاد، ولی مثلا به نظر من الان خیلی گزینه زیادیه. مثلا 87 متر میخواین چی کار برای شروع کار؟ 2000 خورده بخواین پول بدین. من باشم مثلا گزینه‌های کوچیک‌تر مثل این، حتی استودیوهای کوچیک‌تر، یا مثلا اینم بد نبود گزینه‌هاش، یا اینم بد نبود. من باشم که این گزینه‌ها رو میرم. یعنی من باشم برای شروع یه بالای 1500 1700 نمیرم. 1500ش هم باز خیلیه. به نظر من حتی زیر 1000 هم میتونین ببندینش دیگه. مثلا اگه اینو بخواین بردارین، حساب کنین دیگه 30 روزش میشه چقدر، باز کم میشه. یا مثلا این الان گزینه زیر 1000 داشتیم چند تا زیر 1000. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ویدیو محله‌های برلین هم براتون میذارم. اون ویدیوی خونه استودیویی منم اگه ندیدی حتما به عنوان ویدیو بعدی ببین. مخلصیم. فعلا.